سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز اومدم با خبرای داغ فری فایر. یعنی باورتون نمیشه چه خبرایی براتون آوردم. اولین خبر و شاید بگم کمترین خبری که قراره ازش برگاتون بریزه این خبره که این گردونه قراره وارد بازی بشه. همین که الان دارین مشاهده میکنین گردونه مک 10 M10 و M14 و M19 همون چیزه، تقریبا میشه گفت گردونه های M همشون اولشون M ماشاءالله. اینا هم نوشته که تو 5 تا اسپین که بزنید 100% یکشونو میده دیگه. نمیدونم اسپینش چند تا جم میخواد دیگه نمیدونم، فقط نوشته در 5 تا اسپین یکی از این جایزه رو قراره بگیری. و خبر خوبش این که روز 28 قرار وارد بازی بشه، 28 همین ماه انگلیسیش، یعنی میشه گفت روز دوشنبه که دقیقا فردا قراره این به بازی وارد بازی بشه. و خبرای دیگه که اصلا ادامه بدیم ویدیو رو بهتره. عکسایی که هست رو ببینید و بعدش خودم براتون یه توضیح مختصری میدم که چی قراره وارد بازی بشه. یکم ویدیو رو من میزنم جلو که شما زودتر عکس رو مشاهده کنید. و اینم که خودتون میدونین وقتی این برجه قرار بیاد این چیزشو 2 تا کارت اینکو هم همینجوری میدن که دیدین اینجوری که مثلا فلان روز که وارد بازی بشید اینو بهتون میدن. این هم همون جوره تقریبا 2 تا کارت اینکو قراره بدن. این آخرش هم یخش با پلی دادن قراره بگیرید و اینو که خودتون میدونید. من قبلا گفتم تو ویدیو، جلوتر بزنید. دیگه بخش یکم نه ضعیفه، ولی واقعا خبرایی آوردم خفن در یک حدی دیگه. حالا من میرم یه نتو درست میکنم. بله رسیدیم به بهترین خبر و خبری که گان لولی جدید قراره وارد بازی بشه. گان لولی P90 مشاهده میکنین لول 1 که واقعا هم لول 1 خیلی خفنه. یعنی مثل بعضی از گان ها لول 1 که مثلا چطور بگم، مثلا MP5 لول 1 زیاد خوب نیست، بعضی گان ها لول 1 اصلا خوب نیست، ولی اینو نگاه لول 1 چقدر خفنه. لول 7 که دیگه نگم، ولی من شخصا بهترین لولی که ازش خوشم اومد لول 5 لول 5 بیشتر میپسندم. دنسش هم که مشاهده میکنید هنوز اخبار یعنی عکسای و چیزایی که رسمی مشاهده میشه رو نداریم. حالا من شاید تو اکانت خودم آیدیش حالا تو ویدیوی بعدی میگم، اکانت خودم اینو قلب کنم و شما دیگه بیاین از قسمت آرزوام اینو مشاهده کنید و ادامه میدیم. این از گان لولی جدیدمون، واقعا گان لولی خفنیه. و این فکر کنم در چیز جدید که قراره بازی آپدیت جدید این چیزایی که من دارم میگم قراره بیاد. و خبر بعدی که دارم گارینا آپدیت رو 2 ماه دیگه نمیده، قراره بشه 3 ماه هر 3 ماه یک آپدیت جدیدی قراره وارد بازی بشه. و بچه من یکم ویدیو رو قطع کردم، نتو رفتم درست کردم و داشتم میگفتم آپدیت ها رو 3 ماه قراره انجام بشه. آپدیت ها 3 ماه انجام میشه و واقعا یعنی نمیشه گفت بهتره، برای اینکه که گارینا خودش بیشتر به چیزایی که قرار وارد بازی کنه دقت کنه و آره دیگه دقت کنه و بهتر برامون اسکینا رو بیاره. و اینجا مشاهده میکنیم که میگه قراره ماه بعد که 22 ماه بعد انگلیسی قراره چیزایی که میگم وارد بازی بشه. فکر کنم گان لولی هم همون موقع به بازی اضافه بشه. و چیزی که قراره الان
مشاهده کنید و قراره تو اون روز بیاد یا در آپدیت جدید فری فایر. کم کم میریم براش و اینجوری که مشاهده میکنید بندیت جدید فری فایر. بندیت چطور میشه گفت؟ نمیشه گفت نارنجی سفید، نمیدونم چی بهش گفت، طلایی سفید. بندیت واقعا خفنیه و قراره در یک سایتی از بازی وارد بشه که اصلا یه سایت خیلی پرخرج باشه، سایت خفن، سایت تکی برای خودش باشه، یک آهنگی برای خودش داره، کارتی برای خودش داره، یعنی یک واقعا یه سایت خفنیه که همه چی داره و چیزای دیگه ای هم قراره واردش بشه. فقط بندیت نیست، یعنی وسایلش بنر و آواتار و نمیدونم از این چیزا. و در ادامه میبینیم که الان بهتون میگم چه چیزایی قراره بیشتر همراه بندیت به ما بدن. نمیدونم حالا با پلی دادن بهمون بدن یا باید مثل همیشه جم بزنیم و بگیریم و خیلی هم باید جم بزنیم. اینجوری که مشاهده میکنید توکن داره، کارت داره برای سایتش و اون سکه نمیدونم چیه اونم داره برای فقط سایتش. یعنی این سایت چقدر خفنه که هم توکن و هم کارت و نمیدونم همه چی داره. واقعا نمیدونم چی بگم، انگار 2 نوع کارته. ببینیم چه چیزایی قراره بهمون بدن همراهش. ببینم، من که فکر کنم بدونم چی بدم و میذارم خودتون ببینید. و یخشو مشاهده میکنید، 2 تا فکر کنم یخ باشه، یه آواتار، یه بنر و یه ماشین. ولی یخ طلایی اون بالا واقعا خفنه، واقعا میشه بهترین یخ بازیه. یعنی این مدت گاهی نمیدونم چرا وسط یخاش یک دایره میذاره که اینجوری روشن باشه، مثلا همین یخی که الان اومده سیاهه اونم تقریبا مثل همینه. نمیدونم چرا گاهی چند وقت این کارو میکنم. اینو در آپدیت جدید قراره وارد بشه. اگه تا اینجای ویدیو رو مشاهده کردیم، با آخر ویدیو رسیدیم، لایک و ساب یادتون نره، حمایت کنید که بتونم بیشتر براتون ویدیو بذارم و بتونید از اخبار جدید فری فایر در اطلاع باشید. و ویدیو برای امروز یه 2-3 تا ویدیو دیگه هم دارم که گفتم توی ویدیو جدید، ویدیو بعدی آیدی من میگم که اگه تونستم P90 رو قلب کنم که شما هم بیاین یه چکی بکنید و حمایت کنید. لایک یادتون نره و ویدیوهای بعدی هم حتما ببینید، ویدیوهای خیلی خفنیه. اگه تونستم امروز همشون رو براتون میذارم. خدا نگهدار.